در اساطیر ایرانی، اله‌ها و ایزدبانوان متعددی وجود دارند که هر کدام نقش خاصی در فرهنگ و اعتقادات ایرانیان باستان ایفا می‌کردند. در ادامه به معرفی حداقل 7 الهه ایرانی پرداخته‌ام. 1. آناهیتا، ناهید، نماد، آب، باروری، پاکی و محافظت. ویژگی‌ها: آناهیتا ایزدبانوی آب‌های پاک و باروری است و به عنوان محافظ زنان و کودکان شناخته می‌شود. در 2. سپندارمز، اسپندارمز، نماد، زمین، باروری، عشق و فروتنی. ویژگی‌ها: سپندارمز ایزدبانوی زمین و نمایانگر عشق و وفاداری است. 3. چیستا، نماد، دانش و خرد. ویژگی‌ها: چیستا ایزدبانوی دانش و آگاهی است و انسانها را به سوی خرد و حقیقت هدایت می‌کند. 4. داینا، دینا، نماد، وجدان و راهنمای روح. ویژگی‌ها: داینان تجسم وجدان و راهنمای روح پس از مرگ است که انسانها را به سوی بهشت هدایت می‌کند. 5. اشی، ارشی، نماد، ثروت و خوشبختی. ویژگی‌ها: اشی ایزدبانوی فراوانی، ثروت و نعمت است که به مردم کمک می‌کند تا به خوشبختی و ثروت برسند. 6. این اله‌ها بخش مهمی از فرهنگ و اساطیر ایرانی باستان را تشکیل می‌دهند و هر کدام نمایانگر جنبه‌های متفاوتی از زندگی و طبیعت بودند.